کتاب‌های درسی یکی از مهمترین عنصرهای تعلیم در هر کشور محسوب می‌شوند. محض توسط این وسایط روندهای تعلیمی به صفت بلندترین تجربه، دانش و ملکه تبدیل می‌یابند. برای دسترس کردن کتاب‌های درسی که به طلبات زمان معاصر جوابگو باشند، مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی و متدی در جمهوری تاجیکستان نقش خیلی مهم دارد. مرکز مذکور یک مؤسسه مهمی دولتی میباشد که وظیفه اساسی آن تهیه، نشر و تقسیمات کتاب‌های درسی با صفت، اینچنین تامین کردن مؤسسه‌های تعلیمی با مواد تعلیمی معاصر میباشد. معارف پایه اساسی رشد هر یک جامعه می باشد و کشوری که به تحصیلات با صفت دقت مخصوص می دهد آینده درخشانی را برای خود می سازد. مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی و متدی یکی از نهادهای کلیدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان می باشد و وظیفه آن تهیه و نشر کتاب‌های درسی و علمی و متدی می باشد. و امروز ما تصمیم گرفتیم که درباره فعالیت مرکز، چگونگی روند تهیه و نشر کتاب‌های درسی برای شما معلومات چند بدهیم. ما را همراه باشید. مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی و متدی در تاجیکستان در زمینه ضرورت رشد ساحه معارف تأسیس یافته است. مجموعه وظیفه‌های مرکز، مجموعه نظریوی، پداگوژی و متدی کتاب‌ها را در بر می‌گیرد که برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در مکتب‌های تحصیلات میانه و عالی خدمت می‌کنند. تاریخ تأسیس مرکز به سال‌های اول صاحب استقلالی تاجیکستان راست می‌آید که در شرایط دولتداری ملی احتیاج به تهیه کتاب‌های نو به میان آمد. مرکز با دستگیری دولت امکانیت پیدا نمود که کتاب‌های درسی علمی و متدی را تهیه نموده به مؤسسه‌های تعلیمی مملکت رساند. مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی متدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همچون ساختار وکالتداری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در سمت تهیه، نشر و تامینات مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی با کتاب‌های درسی زوده دوران استقلال است. ضرورت تهیه کتاب‌های درسی صرف ملی به میان آمد، یعنی کتاب‌های درسی که انعکاس کننده جنبه‌های ملی مردم تاجیک باشند، کتاب‌های درسی که از جانب مؤلفان تاجیک نوشته شوند و ضرورت تربیه مؤلفان و بعداً تهیه کتاب‌های درسی به میان آمد و این وادار کرد مسئولین ساحه را که چون این یک مرکز را تأسیس دهند و بعد از سالهای 2000 البته پیشتر به صفت شعبه اول مرکز فعالیت میکرد در ساختار وزارت معارف و با دومن وسیع کردن فعالیت‌های همین شعبه، یعنی بیشتر شدن همون مسئولیت و وظیفه‌های سمت تهیه و کتاب‌های درسی شعبه به ریاست و بعداً به مرکز تأسیس تبدیل داده شد و امروز مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی متدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در ساختار خود یک چند شعبه و بخش‌های علاوه دارد که به واسطه به تهیه کتاب‌های درسی، تقریض کتاب‌های درسی یعنی تشخیص و اکسپرتیز کتاب‌های درسی و بندوبست آرایش آنها و همچنین به معاملات این کتاب‌ها، یعنی تو به همون شعبه معارف دسترس کردن کتاب‌های درسی نشر شونده فعالیت خود را ادامه داده استادند. وظیفه‌های اساسی مرکز مذکور که با دستگیری مقامات مربوطه عملی می‌شوند عبارتند از تهیه کتاب‌های درسی، نشر کتاب‌ها، تشکیل اکسپرتیز علمی و متدی به مؤسسه‌های تعلیمی. در دوام فعالیتش مرکز تهیه و نشر ده‌ها کتاب‌های درسی و متدی با صفت را برای همه موضوع‌های مهم در ساحه تعلیم به راه ماند. یکی از دستاوردهای مرکز در سالهای اخیر زیاد شدن مواد تعلیمی الکترونی و کتاب‌های رقمی میباشد. البته اگر با دستاوردها و کامیابی‌ها نظر کنیم، خودی همین تهیه کتاب‌های درسی بعد از پشتخوانی اتحاد شوروی و در زمان صاحب استقلالی برای هم خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات عمومی و هم مؤسسه‌های تا مکتبی
این خود یک دستاورد بزرگ برای ملت است که ما توانستیم که در دوام سالهای صاحب استقلالی کتاب‌های موافق با همون ارزش ملی خود را برای خوانندگان تاجیک تهیه کنیم. البته در این روند کارهای زیاد انجام داده شد. پیش از همه تربیت خود مؤلفان که ما در آغاز صحبت گفتیم، تکمیل بازآموزی آنها و بعدا شروع کردن به کتاب‌های درسی، چون که این تجربه در ما توجه تجربه نو بود و ما یکی از دستاوردهای اگر بگوییم همین است که کتاب‌های درسی را ما در زمان صاحب استقلالی از جانب مؤلفان خود دانشمندان تاجیک تهیه کردیم و همزمان طول سال‌های اخیر البته یکی از مسئله ها این تامینات این کتاب ها به مکتب ها بود. البته شماره خوانندگان سال از سال افزایش می‌یابد و ضرورت تامین کردن آنها به کتاب های درسی روز از روز بیشتر می شود. به همین خاطر ما در طول چند سال اخیر یکی از کامیابی که با آن مشرف شدیم این از بین بردن همین نارسایی کتاب های درسی بود. یعنی امروز ما گفتم می توانیم که خوانندگان تاجیک در مکتب های میانه با کتاب های درسی هم مطابق با همون سطح و صفت تحصیلات، استانداردهای جهانی تحصیلات، استانداردهای خود جمهوری تاجیکستان که در ساحه تعلیم عمل میکنن، یعنی مطابق با همین استانداردها خوانندگان ما کتاب‌های درسی رو امروز دارند و استفاده میبرند. ترتیب تهیه کتاب‌های درسی در مرکز از یک شیوه درست و ترتیبناک پیروی می‌کند. قدم‌های اولین این روند کلیدی شناسایی موضوع و انیخ کردن طلبات متدی و پداگوژی موضوعهای تهیه کتاب می‌باشند. در این مرحله مرکز با همکاران علمی خود از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی مشورت می‌کند که برای تهیه کتاب‌های نو موافق طلبات زمان و طلبات آموزگاران دستور درست پیشنهاد نماید. روند تهیه کتاب‌های درسی و بعدا نشر آن یک جزئی فعالیت مهمی مرکز ما به حساب می رود و قبل از آن که مثلا کتاب درسی شروع شود، تهیه کردن آن شروع شود، توسط واسطه اخبار عامه خصوصا مطبوعات اعلان نشر کرده می شود. مثلا همین سال کتاب نجوم در کار است برای مؤسسه تحصیلات عمومی وزارت معارف و علم قبلا توسط مطبوعات نشریه صحافی اعلان نشر میکنه درباره انتخاب مؤلفان. مثلا مؤلفان از تمام گوشه کنار کشور میتوانند که برای اشتراک در همین آزمون تهیه کتاب درسی حجت پیشنهاد کنند و در آزمون اشتراک کنند، نمونه همون دستنویس خود را پیشنهاد کنند و گروهی با صلاحیت که از حساب متخصصان وزارت و دیگر ساختارهای داخلدار تأسیس داده می شود این دستنویس حجت ها را می آموزند و بعدا همکاری شروع می شود برای تهیه کتاب درسی با مؤلفان و همین گونه روند تهیه شروع می شود و در این روند باز داخل می شود اکسپرتیز کتاب درسی. مثلا تهیه کتاب درسی یک طرف مسئله است، ولی اکسپرتیز کتاب درسی تا کجا به همون نیازهای خواننده جوابگو بودن مضمون مندرجه کتاب درسی، با همون طلبات آموزگار خوانندگان مکتب‌ها جوابگو بودن کتاب، البته در روند تشخیص و اکسپرتیز و بعدا در روند آزمایش آن که در مکتب‌های آزمایشی گذرانده می شود معین کرده می شود. بعد از آن که این مرحله ها را می گذرد کتاب درسی و با قرار هیئت مشاوره وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تصدیق می شود برای نشر و بعدا روند چاپ آن شروع می شود. قدم نوبتی روند تهیه جلب مؤلفان و کارشناسان می باشد. مؤلفان که اساساً متخصصان با تجربه و عالمان ساحه‌های گوناگون علم می باشند، موضوع را تهیه نموده کتاب را برای سنجش می آورند. در دوام مرحله سنجش، کارشناسان و مؤلفان کتاب را بررسی نموده تحریر و تقریض می دهند. برای پیشگیری کردن خطایی‌ها و بهتر کردن صفت کتاب، بررسی جدی محتوای کتاب‌ها و تکمیل مضمون خیلی مهم است. البته سالهای پیش وقتی که ما شروع کردیم به نشر کتاب‌های درسی کاملا صرف تاجیکی، مؤلفان ما البته تجربه های دولت‌های دیگر را آموختند
مثلا سال اول آنها بیشتر به کشورهای امریکا سفر میکردن، بعدا به جمهوری ارمنستان، جمهوری همسایه، مثلا تجربه جمهوری ازبکستان و تجربه دیگر دولت ها رو ما در سال اول آموخته بعدا به تهیه کتاب درسی شروع کرده بودیم. ولی امروز علاکه ما همین امکانات داریم که در داخل جمهوری خودمون همین مؤلفان رو از همین کورس‌های بازآموزی گذرانیم و بیشتر آنها خودشون علاکه در این سمت متخصصای حرفه‌ای هستند. در سمت تهیه کتاب درسی ما امروز همون دانشمندان متخصصان رو هم از حساب علمان ساحه هم از حساب خود آموزگاران مکتب میانه که در شهر ناحیه فعالیت میکنن برای تهیه کتاب درسی استفاده بریم و در صورت ضرورت با جلب متخصصان از کشورهای مثلا در این سمت تجربه داشته ما سمینارها چهاربینی ها تشکیل میکنیم، آنها اشتراک میکنن و همون کتاب درسی نسل نو که ما گفتیم تا 2 سال اخیر تهیه کردیم با جلب متخصصان کشورهای خارجی ما در نتیجه گذراندن سمینارها و کنفرانس ها آموزش ها مؤلفان رو از بازآموزی گذراندیم و بعدا این کتاب رو تهیه کردیم. برای اجرای کارهای تحریری و نگهداری صفت مرکز به تکنولوژی‌های معاصر تکیه می‌کند که این امکان می‌دهد که تحریر کتاب‌ها درست و صفتاً بالا باشد. مجموعه‌های خطی کتاب، رسم‌ها و طرح‌ها با استفاده از شبکه‌های الکترونی تهیه و آماده می‌گردند تا هر یک کتاب نه تنها از جهت علمی بلکه در روانه‌سازی تصویری نیز برای خوانندگان جالب باشد. همچنین در خود ساختار مرکز در سمت فعالیت ما طی چند سال اخیر یک قطار نوگانی‌ها به وجود آمد. پیش از همه ما روند دسترس گردانی کتاب درسی را توسط برنامه و نقشه های وزارت معارف و علم دیگرگون کردیم و سمت جمع‌آوری مبلغ خود کتاب درسی را که امروز در مکتب‌ها با طریق اجاره کتاب درسی عمل میکنند، روند پرداخت جمع‌آوری مبلغ اجاره کتاب درسی را ما به واسطه برنامه مخصوص بیلدینگی که سال 2024 ما آن را تهیه کردیم، راه اندازی کردیم و امروز مثلا دیگر مشکلی نیست که پدر و مادر یا که کتابدارانی که در مؤسسه تعلیمی فعالیت میکنند برای جمع‌آوری مبلغ اجاره کتاب درسی آنها مشکل داشتند و امروز خوانندگان ما میتوانند که توسط این برنامه‌ای که ما راه اندازی کردیم در همکاری با بانک دولتی امانت بانک و دیگر تشکیلات دولتی مبلغ کتاب درسی فرزندانشان را میتوانند که توسط تلفن موبیلی یا که پست ترمینال ها به واسطه به صورت حساب مخصوص وزارت معارف و علم پرداخت کنند. یعنی اینا همون دستاوردهایی که میتوان در سمت تهیه کتاب درسی و تقسیمات کتاب درسی نامبر کرد و همزمان ما در سمت تهیه کتاب درسی نسل نو یک قطار کارها را به انجام رسانیدیم و البته شما میدونید که ساحه معارف ساحه اصلاحات طلب است و مدام در سمت تعلیم در روش همین فعالیت ساحه معارف و علم همه ساله و شاید همه روزه را بگیم خطا نکنیم تغییرات و نوگانه زیادی راه اندازی می شود و البته جمهوری تاجیکستان نمیتواند که از این تغییرات کنار باشد و هر نوگانه و هر اصلاحاتی که در ساحه معارف به منفعت ملت است، به منفعت ساحه است، به منفعت خوانندگان ماست، ما البته از این چیزا در کنار نخواهیم ماند و در سمت تهیه کتاب درسی اگر ما نامبر کنیم ما کتاب درسی نسل نو رو امروز از فنهای زبان تاجیکی، متماتیکا، کتاب درسی فیزیکا، بیولوژیا، شیمیا یعنی کتاب درسی فنهای هم طبیعت شناسی و هم ریاضی رو کلاً بازنگری کردیم. یعنی در قیاس به کتاب درسی که 5 سال پیش استفاده می‌شدن امروز کتاب نسل نو روی چاپ آمده استادن که آنها بیشتر امکان میدن که خواننده در محور تعلیم باشد، نه آموزگار مثلا امروز بیاد خواننده رو بیدار کنند بلکه خواننده خود در مرکز تعلیم است و این کتاب‌ها با نظر داشته همین طلبات امروزه تهیه شده هستند که
من فکر میکنم استفاده آنها در آینده برای باز هم به مراتب بالا رفتن صفت تحصیلات، رشد یافتن سطح و صفت دانش خوانندگان البته به نتیجه به تاثیر نخواهد بود. کتاب‌های درسی و علمی و متدی مهمترین عنصر تعلیم در تمام مؤسسه‌های تعلیمی تاجیکستان میباشند. آنها منبع اساسی دانش برای خوانندگان و دانشجویان و برای آموزگاران همچون راهنمای تعلیمی به حساب می روند. همه مؤسسه‌های تعلیمی در تاجیکستان وابسته به معلومات کتاب‌های درسی که از جانب مرکز تهیه و نشر شدند، کار تعلیمی خود را به راه می‌مانند. بینندگان عزیز، ما در خانه‌های خود فقط شکل کتابی تیار رو می‌بینیم، لیکن از طرز آماده نمایی و بندوبستی آن معلومات خیلی کم داریم. هرچند در کتاب‌های بدیعی ما خواندگی هستیم که طرز آماده شوی کتاب‌ها در پیش چگونه بود و امروز با نظرداشت زمان معاصر همه گونه تکنیک و تکنولوژی هست و امروز ما پس از اونه که با مرکز تهیه و نشر کتاب‌های درسی و علمی و متدی شناس شدیم، ما رو به اینجا راهنمایی کردن. یعنی عین حال ما قرار داریم در مطبعه افسد که در یک جایگی با مرکز تهیه و نشر کتاب‌های درسی فعالیت میکند آشنا میشویم و به شما از رفت آماده نمایی کتاب‌ها معلومات میدهیم. بعضاً مسئله‌های چون نارسایی کتاب‌های درسی، مشکلات مالیوی و کمبود ذخیره‌های تکنیکی برنامه‌های تعلیمی را مشکل می‌سازند. با وجود این، مرکز حل مثبت برای هر یک مشکلات را می‌جوید که به بهتر کردن دسترسی مؤسسه‌های تعلیمی به کتاب‌های درسی، از جمله با پیشنهاد کمک‌های مالیوی و معرفت اطلاعاتی راه می‌گیرد. در همه ساحه مشکلات نیز در برابر دستاوردها دیده می شود و مشکلات ما اصلا در سمت تهیه کتاب‌های درسی این اما بازم مثلا دریافتی همین مؤلفانی هست که به همین نازکی طلبات کتاب‌های درسی به نوشت کتاب‌های درسی جوابگو باشند. البته ما در سمت تهیه نوشتن کتاب‌های درسی مشکل نداریم، ولی چگونه نوشتن کتاب درسی، مثلا تا کجا پاسخگو بودن همین کتاب به طلبات و به استانداردهای برنامه، این یکی از مشکلات نه اونقدر البته کلان است، ولی مشکلاتی است که در روند فعالیت ما با این چیز روبرو میشویم و البته در نتیجه باز همون تشکیل کردن واخری‌ها، صحبت‌های بررسی مسائل‌ها این مشکلات روی حل خود را می‌یابد. در روند معاملات کتاب‌های درسی، مثلا تقسیمات کتاب‌های درسی در ریاست و شعبه معارف البته از آنها نیز مسئولیت طلب کرده می شود، چون که ما هم مسئولیت کتاب‌های درسی را در اساس درخواست ریاست شعبه معارف به نقشه می‌گیریم. مثلا اگر امسال برای کتاب درسی ادبیات 150,000 نسخه درخواست پیشنهاد شد، ما همین قدر میتونیم که چاپ کنیم. ما از این نه کم و نه زیاد چاپ کردن نمیتونیم. و همین خاطر بعضی مشکلات در سمت پیشنهاد احتیاجات از جانب ریاست ها می شود، از جانب شعبه ها می شود. یعنی آنها نه همیشه همون نیاز تعلیمگاه ها، نیاز مکتب ها رو تحلیل میکنن. مثلا باید که هر یک کتاب که برای مثلا هر سال چاپ می شود، باید که نارسایی کتاب درست معین کرده شود. در مکتب ها چقدر نمی رسد، در مجموع ناحیه شهر یا ولایت، در مقیاس ولایت چقدر نمی رسد. اینا باید که از جانب مقامات های شعبه های معارف شهر ناحیه معین کرده شود و در صورتی که اگر آنها درست آمار رو پیشنهاد میکنن، وزارت معارف میتواند که کتاب درس رو چاپ کنه و در صورتی که اگر همین آمارها نادرست پیشنهاد شود، این میتواند که باعث مثلا با وجود اومدن نارسایی که احتیاج به کتاب درسی گردد. یکی از وظیفه‌های اساسی مرکز تهیه کتاب‌های درسی با در نظر داشت کنسپسیای ساحه معارف و استانداردهای بین‌المللی و مطابق به شرایط تعلیمی کشور میباشد. کتاب‌های درسی نه تنها منبع اساسی معلومات برای خوانندگان، بلکه عامل تشکل ملکه‌های تحلیلی، توانایی ذهنی و شخصیتی آنها نیز میباشند. مرکز با جلب متخصصان ورزیده از جمله آموزگاران با تجربه، عالمان و محققان،
کوشش میکند که مندرجه کتاب‌ها هم با مضمون علمی و هم با اصول‌های زمانوی آموزش موافقت کند. به طور مخصوص به مندرجه، روانی و مطابقت مواد با سطح سن و سال خوانندگان دقت داده می شود. البته اکسپرتیز کتاب‌های درسی روند بسیار مهم است در روند تهیه کتاب‌های درسی و محض در همین اکسپرتیز معین می شود که کتاب چه نقص دارد، چه کمبودی دارد و یا چه برتری‌ها دارد، چه پیشروی‌ها دارد، چه بهبودی‌ها در مضمون کتاب‌ها هست. این در روند تشخیص یعنی اکسپرتیز کتاب درسی معین می شود. روند اکسپرتیز این است که مثلا وقتی که دستخط تهیه می شود و بعدا دیزاین یعنی آرایش می یابد و مرکز ما پیشنهاد می شود و متخصصان ما اول خودشون یک بار دیده می برایند همون طلبات معیارهایی که در همون دستور نظامنامه‌های تشخیص کتاب درسی راه یا گفته شده است از این نقطه نظر ما می بینیم و بعدا ما توسط مکتوب روان میکنیم همین دستخط را به نهادهای تشخیصگران، مثلا گفتیم اکادمی تحصیلات است، پژوهشگاه رشد معارف است در نزد وزارت، مرکز جمهوری تعلیمی متدی نزد وزارت معارف است و دانشکده تکمیل اختصاص است که به واسطه آموزگاران در این دانشکده کورس‌های تکمیل اختصاص را می‌آموزند و در روند درس‌ها همین دستخط کتاب درسی نیز با آنها محاکمه کرده می‌شود و بعدا ما باز با دیگر نهادهای داخلدار وزارت اداره‌های جمهوری تاجیکستان که در این سمت ما یارمندی میکنند کتاب درسی را روان میکنیم. آنها نیز از نقطه نظر سیاسی، از نقطه نظر ایدئولوژی البته تشخیص میکنند و همین خلاصه ها وقتی که جمع میشود توسط مکتوب رسمی به مؤلفان ما ارسال میکنیم و مؤلفان میتوانند که مثلا خلاصه قبول رو در کتاب به نوبت گیرند و با نظرداشت آنها اصلاح کنند و اگر خلاصه ها مثلا بحثناک باشد، پیشنهاد بحثناک باشد میتوانند که باز دوباره با اکسپرت ها با تشخیصگران این روند بررسی کرده و در آخر همون خلاصه درست رو به دست دارند. یکی از مسائل کلیدی در تهیه کتاب‌های درسی مطابق سازی آنها به طلبات برنامه‌های تعلیمی کشور میباشد. مرکز کوشش میکند که روش‌های تعلیمی زمانوی را به نظر گرفته کتاب‌های دارای استانداردهای نوی تعلیمی تهیه نماید. این استانداردها به 3 جنبه اساس می‌یابند. یکم، کتاب‌ها باید معلومات دقیق و علمی را افاده نمایند که به دانش و جهانبینی خوانندگان تأثیر مثبت رساند. دوم، متن کتاب باید برای خوانندگان فهما و شوق‌آور باشد. این جنبه مهم برای بلند برداشتن سطح فهمیش خوانندگان و افزایش میل آنها به آموزش می باشد که در سمت فنهای دقیق بسا ضرور است. سیوم، در شرایط امروزه استفاده پلتفرم‌های رقمی و اینتراکتیوی یک ضرورت گشته است. کتاب‌های الکترونیک درسی در آینده نزدیک یکی از واسطه‌های اساسی تعلیم خواهند بود. امروز وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان دوام 2 سال اخیر اقدام شایسته را راه اندازی کرد، یعنی همون حق قلمی که برای مؤلفان کتاب‌های درسی داده می شود یک چند مرتبه بلند برداشته شد. اینم برای هوسمندی آنها، برای مثلا جلب بیشتر مؤلفان به تهیه کتاب‌های درسی مساعدت کرد. البته پیشتر مثلا آنها حق قلم می گرفتن ولی با نظرداشت همون طلبات مهنتی که برای تهیه یک کتاب صرف می شود آنها را قانع نمی کرد، توجیه قانع نمی کرد. بنابر همین راهبریت وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با استفاده از امکانات موجوده البته یکی از اقداماتی که در 2 سال اخیر رو اندازی کردن این به واسطه بلند برداشتن حق قلم مؤلفان است و امروز مؤلفان کتاب‌های درسی البته از جانب وزارت معارف هوسمند کرده می شوند، هم با راه‌های پرداخت حق قلم مطابق به طلبات آنها و همچنین دیگر هوسمندی‌ها در دوره امکانیت به آنها داده می شود. دسترسی خوانندگان به کتاب‌های درسی یکی از افضلیت‌های فعالیت مرکز می باشد. با مقصد تامین نمودن مکتب‌ها با کتاب‌های ضروری، مرکز سیستم ثمره بخش تقسیمات را راه اندازی کرده است.
در چند سال اخیر توسط همکاری‌ها با وزارت‌های معارف و علم کتاب‌ها به همه گوشه‌های کشور از جمله دهه‌های دوردست انتقال داده شدند. غیر از این کتابخانه‌های مکتبی و مرکزهای آموزشی با کتاب‌های درسی تأمین می‌شوند که این به آسانی دسترسی خوانندگان مساعدت می‌کند. هرچند مرکز با سهمگذاری در بهتر کردن صفت تعلیم در مملکت یک قطار دستاوردهای نظررس به دست آورده است، باز مشکلات مالیوی، کادری و تکنیکی موجود است. مسئله اساسی در این سمت نارسایی ذخیره‌های مالیوی برای تهیه کتاب‌های نو موجود است. همچنین باید نسل نوی محققان و مؤلفان کتاب‌های درسی را در زمینه مکتب موجوده تربیه و تشکل داد که برای آینده بسا مهم است. نقشه‌هایی که ما الان برای سال آینده تهیه کردیم، تحریزی نمودیم، این باز همون تکمیل دادن مضمون مندرجه کتاب‌های درسی است. عین زمان در همکاری با شریکان رشد که در سایه معارف فعالیت میکنند، نشر بازنگری بیش از 50 کتاب درسی دوام دارد و این کتاب‌های درسی البته فن‌های طبیعت شناسی است، دقیق ریاضی است و همین کتاب‌ها با نظر داشته طلبات امروزه تعلیم که هم در استانداردهای جهانی تحصیلات طلب کرده می شود و هم در برنامه و استانداردهای دولتی جمهوری تاجیکستان در سایه تعلیم آمده است و تی کتاب‌های درسی بازم به مراتب تکمیل داده شوند. مضمون مندرجه آنها به همون خواسته و نیازهای خواننده امروز جوابگو باشد. برای در سطح مثلا یک خواننده و طلبات جوابگو تربیه یافتن نسل نورس کتاب‌های درسی مطابقت کنند و همین خاطر ما امسال بازم درخواست ریاست شعبه معارف را برای تهیه کتاب‌های درسی برای نشر کتاب‌های درسی جمع‌آوری نمودیم که با نظر داشت احتیاجات پیشنهاد کرده آنها نشر زیاده از 9 میلیون کتاب درسی به نقشه گرفته شده است در سال 2025. ما همین کتاب‌های درسی را با نظر داشت نارسایی احتیاج پیشنهاد کرده مؤسسات تعلیمی نقشه داریم که چاپ کنیم و تا فرارسید سال نو تحصیلی سال 2025 دسترس همه مؤسسات تعلیمی گردانیم و این یکی از نقشه‌های از همه مهمترین ماست. و باز در سمت مثلا همون تکمیل دادن برنامه بیلینگی، پرداخت مبلغ اجاره کتاب درسی، البته برنامه سال اول فعالیت کرد ولی نشان داد که باز هم به تکمیل به همون بازنگری نیاز دارد این برنامه و یکی از نقشه‌های مهم این است که همین برنامه باز هم مکمل کرده شود و دسترسی همه مؤسسات تعلیمی حتی دوردست‌ترین دهه‌های تاجیکستان گردیده باشد. در این سمت البته کارها دوام دارد و همچنین در سمت بازم همون تشخیص و تقریض کتاب‌های درسی، روند تقریض کتاب‌های درسی نیز توجه به تکمیل بازنگری نیاز دارد. جلب متخصصان برای اکسپرتیز، البته تربیه کردن خود متخصصان و ما یک دستوری علیحده هم تهیه کردیم برای چگونگی به راه ماندن روند تشخیصی کتاب‌های درسی و در اساس همین دستور نیت داریم که ما در آینده سمینارها با همین مقرران کتاب‌های درسی به راه مانیم تا که روند تشخیص و تقریض کتاب‌های درسی نیز به یک جریان مکمل روانه کرده شود. مرکز تهیه، نشر و معاملات کتاب‌های درسی علمی و متدی در تاجیکستان وظیفه مهم و مسئولیتناک را در ساحه معارف بر ذمه دارد. همه کوشش‌ها و فعالیت مرکز به رشد ساحه معارف و تعلیم در کشور روانه شده است. تأکید به نقش کتاب‌های درسی در تأمین صفت تعلیم و رشد شخصیت‌های خوانندگان برای آینده ضرور است. مرکز می‌تواند نقش خود را در تأمین سویه دانش نسل نورس و سین مکتبی تقویت داده به رشد استواری جامعه در زمینه روند عملی‌گردانی اصلاحات در ساحه معارف و برنامه دولتی صحوی مساعدت نماید.
фаъолияти маркази таҳия, нашр ва муомилоти китобҳои дарсӣ, илмиву методӣ як амри басо муҳим дар рушди маорифи кишвар маҳсуб меёбад. Зеро бидуни китобҳои босифат наметавон ки соҳаи маорифи миллӣ ва байналмилалиро байни ҳам муттаҳид сохт. марказ дар ин роҳ қадамҳои устувор мегузорад ва барои ноил шудан ба ҳадафҳои бузург ҳамкориҳои мунтазамро бо дигар соҳаву ниҳодҳои вазорати маориф ва илми кишвар ба роҳ мондааст. мо дар ин роҳ ба онҳо барору комёбӣ мехоҳем. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи маориф ва замон. то барномаҳои баъдӣ саломату сарбаланд бошед.